حکم بودنم که من زنم چو هم صدا شویم و پا به پای هم رویم و دست به دست هم دهیم و از ستم رها شویم، جهان دیگری بسازیم از برابری، به همدلی و خواهری جهان شاد و بهتری. نه سنگسارها، نه پای چوب دارها، نه گریه های بارها، نه ننگ و آرها، جهان دیگری بسازیم از برابری، به همدلی و خواهری جهان شاد و بهتری. با عرض سلام و خسته نباشید مجدد خدمت شما بینندگان گرامی تلویزیون حزب کمونیست ایران. من کاوان صنیعی در یکی دیگه از ویژه برنامه‌هایی که اختصاص داره به خیزش انقلابی مردم ایران در خدمت شما عزیزان هستم. در ویژه برنامه امشب دو تا مهمان ارجمند داریم ما. رفیق ریا احمدی، عضو کمیته مرکزی کماله سازمان کردستانی حزب کمونیست ایران و همچنین رفیق فرخ معانی، فعال سیاسی، هر دو از آلمان. رفقا خیلی خوش اومدید به ویژه برنامه امشب. من سلام عرض می کنم خدمت بینندگان عزیز، شما و رفیق فرخ و همچنین رفقای دیگر تلویزیون. خسته نباشید. زنده باشید. ما هم خوش آمد میگیم به شما. رفیق فرخ گرامی، با عرض سلام و تشکر از دعوتتون. همینطور سلام دارم خدمت رفیق ریا و همه کارکنان عزیزی که زحمت میکشن به تیم. سپاسگزارم. خوش آمدید به این ویژه برنامه. من در معرفی شما اگه نکته‌ای رو جا گذاشتم میتونید خودتون تکمیل کنید. پیشا هم عذرخواهی میکنم اگه چیزی از قلم افتاده باشه. نه خواهش میکنم، همین درسته، به اضافه این که من عضو کماله هم هستم. بسیار خرسندیم از این بابت رفیق فرخ عزیز و گرامی. من برای برنامه امشب در واقع این مسئله رو تدارک دیدم که دوست داشتم هر دو مهمان برنامه مشارکت داشته باشیم در خصوص مسیری که این خیزش داره طی میکنه. در برنامه‌های گذشته بارها ما ویژه برنامه‌های دیگه‌ای داشتیم در مورد نحوه شروع این جنبش، از چه جایگاهی برخورداره، چجوری گسترش پیدا کرده، تداومش چه شکلی بوده، افت و خیزهایی که داشته تو این مسیر. بارها در این رابطه صحبت کردیم. اما مشکلی که هست اینه که الان در چه مقطعی هستیم، الان در چه برهه‌ای از این جنبش قرار داریم. برای اینکه این تداومش، این گسترشش ازش کاسته نشه و ادامه پیدا بکنه، ما نیاز داریم و مردم هم نیاز دارن که بهشون راهکار و راهنمود ارائه بدیم. چون همه جا بحث میشه سر اینکه این جنبش رهبری مشخصی نداره. حرف از رهبری افقی میشه، اما بالاخره این رهبری افقی نیاز به یک رهبری عمودی از بالا هم داره، کسی که بتونه همه رو به هم پیوند بده، بتونه این رهبری‌های افقی، رهبری‌های میدانی که در عرصه حضور دارن، اونا رو به هم دیگه پیوند بزنه و بتونه کارهای بزرگتری بکنه و مسیر رو به رشد پیش بره و از حرکت وانمونه، سوای تمام سرکوبگری‌هایی که رژیم و کارهایی که داره انجام میده و به خاطر اینکه بتونه این جنبش رو از مسیر خودش منحرف بکنه یا اینکه بنکل سرکوبش بکنه. ما خبرهای متعددی داریم از اعدام‌های مختلف، بازداشت‌های گسترده و حتی بسیاری از کسایی که تو این مسیر جونشون رو از دست دادن و جدیداً مثلا حالا خانواده‌هاشون رو ترسوندن، زیر فشار هستن، نتونستن هیچ جایی عنوان کنن. جدیداً مثلا می‌بینیم بعد از یه مدتی که مراسم ختمشون به صورت مخفیانه هم برگزار شده، یکی دو نفر از اعضای خانواده یا بستگان یا دوستان یا رفقا یا همشهریاشون این ور اون ور مثلا بحث میکنن که بله فلان شهر فلان جا هم
مثلا 2 نفر فوت کردن در طی بازداشت، حالا یا زیر شکنجه بوده یا زخمی شده بودن، بردنشون، کشته شدن. همه اینها هست. چه کار باید کرد؟ پس من بحث رو از اینجا شروع میکنم و ابتدا از شما رفیق فرخ گرامی میپرسم که الان ما تو کدوم مرحله از جنبش هستیم؟ دقیقاً میتونیم اینو عنوان بکنیم بگیم کجا هستیم که وقتی جایگاهمون رو بدونیم بالاخره ضعفامون هم میدونیم، نقاط قوتمون هم میدونیم و اینو بحث بکنیم که بعدش بریم سراغ بحث‌های دیگه که چگونه بهش ادامه بدیم، تداوم بدیم. بله، با تشکر از شما. سلام خدمت بینندگان عزیز. سوال شما رو شاید اینطوری من بتونم جواب بدم با توجه به اینکه قیام اخیر یا بگیم انقلاب ژینا یک انقلاب کلاسیک به معنای اونی که ماها تجربه کردیم نبود، که از نقطه آ به نقطه ب حرکت بکنن فعالینش و از یک مرحله‌ای که در واقع تظاهرات‌های سکوت بود، آرام بود، بدون شعار بود، شروع شد و نهایتاً به گرفتن پایگاه‌ها و کلانتری‌ها و بالاخص به صدا و سیما یا اون موقع رادیو تلویزیون ملی ایران منجر شد. این مارز معذرت این قیام، این انقلاب در واقع این حالت کلاسیک رو نداشت. از دیدگاه من فکر میکنم همزمان در این قیام همزمان تمام شیوه های ممکنی که در یک انقلاب میشه ازش نام برد، میشه ازش استفاده کرد برای پیشبرد انقلاب، همزمان استفاده شده. همزمان در این قیام جوانا، مردم و فعالین این جنبش، این قیام تونستن از شیوه های مختلف استفاده کنند. البته این در واقع از یک برداشت و یک تجربه در واقع به دست آمده بود از برخورد رژیم به این انقلاب و یا بگیم به جنبش ها و خیزش های قبلی. جوانا و انقلابیونی که در این انقلاب شرکت کردن همون از اون اوان کار متوجه شدن که این رژیم تجربتاً ثابت کرده که میزنه، میکشه، میبره و از تمام شگردها و شیوه هایی که ممکنه یا در واقع ممکنه ذهن انسانی بهش برسه، اینا استفاده خواهند کرد برای سرکوب و به انحراف کشاندن این قیام. و انقلابیون دقیقاً در واقع شیوه هایی را انتخاب کردن که بتونن در مقابل این رفتارهای رژیم، این شگردهای رژیم مقابله بکنن و انقلاب رو ادامه بدن. حالا در اینجاست که این سوال شما رو میشه جواب داد که در کجا قرار گرفتیم. به نظر من در اواسط یک انقلاب هستیم. کسی هم از اول انتظار نداشت که این انقلاب یک انقلاب سریع و سیر باشه، خیلی سریع به نتیجه برسه. همه میدونستن، الان هم میدونن که طول میکشه، فراز و نشیب داره، ولی ادامه داره. همینطوری که میبینیم ادامه داره. ما در اواسط یک انقلاب هستیم و همینطوری که گفتم، حالا شاید بعداً بتونیم بیشتر این مسئله رو بازش کنیم. شیوه های مختلفی که به کار برده میشه از دیدگاه من خیلی خیلی قابل تحمله. فقط یک نکته میگم و نوبت صحبت کردن رو به رفیق‌های عزیز میدم، اونم اینه که بحث رهبری، حالا شاید یه جای دیگه بهش اشاره بشه، این بحث رهبری اینا رو یه مقداری با تاکید بیشتر باید راجبش صحبت کنیم، چون من اینطوری فکر نمی‌کنم که گویا در ایران مردم منتظر رهبری هستن که گویا قرار در خارج کشور یا جای دیگه
موجود باشه و اینا بهش دسترسی نداره. سپاسگزارم رفیق فرخ گرامی. رفیق وریا، شما با نظرات رفیق فرخ موافق هستید و اگر نه در تکمیل این صحبت ها چه نظر دیگه میتونی عنوان بکنی؟ بله، من موافقم. مسئله نکاتی که شما اشاره کردید، مسئله اعدام، هرچند کل انسانیت به طور کلی تمام انسان‌های روی این کره زمین از اعدام رنج میبرند، ولی متاسفانه تو ایران پدیده تازه نیست. یعنی شما جمهوری اسلامی بدون اعدام رو هیچ هفته ای توی عمر کل این 43 سالش رو نمیتونید دریافت بکنید. یعنی اگر شما مثلا ما تو سال 52 هفته داریم و 365 روز، یعنی هیچ سالی ما جمهوری اسلامی رو با اعدام تعدادی کمتر از 365 نفر توی سال نداشتیم. در نتیجه اصلا این پدیده اعدام و شکنجه و کشتار و کار روزانه این رژیم بوده است. یعنی میانگین اگر نگاه بکنید، ما بیشتر از یک روز یک نفر رو تو تمام کل عمر جمهوری اسلامی از اعدام ها داشتیم. من حرف کسانی که مرگ مشکوک داشتن اونجوری که خودتون اشاره کردید اینا نمیزنم. حرف کسانی که مستقیما با اعلام از پیش و با حتی جمع کردن آدمای خودشون برای اینکه براشون کف بزنن وقتی آدم ها رو، جوان ها رو به در میکشن، یعنی این جمهوری اسلامی، چهره جمهوری اسلامی اینه. خب این توی همین حالت ما شاهدش هستیم. یعنی خود به خود این تازگی نداره. چیزی که تازگی داره اینه که مردم در مقابل این جنایت یه جور دیگری قد علم میکنن. این تازگی داره. این که جمهوری اسلامی حتی راههای دیگری رو نمیتونه در پیش بگیری و بیشتر این چهره خشونت و اعدام و یعنی آدم کشی رو الان از خودش نشون میده، بعض نشانه این هست که این حرکت، این جمهوری اسلامی رو به یک تنگنایی برده است، به یک جایی برده است که اینا طرحشون محدود شده است. یعنی فقط چند تا طرح معین خشونت علیه انسان رو دارن که اونو دارن به کار میبرن. در نتیجه این مسئله اعدام مسئله تازه نیست، بلکه حرکت علیه اعدام تازه است. مسئله اینه که ما مسئله رهبری، من فکر میکنم یه ذره بیشتر باید روش فوکوس بکنیم. مثلا منظور ما از رهبری چی هست و اونایی که دارن حرف میزنن و میگن رهبر دارد و یا حتی میگن ندارد، اونا منظورشون چی از رهبری و اصلا پدیده رهبری چجوری باید باشد. و الان توی خود ایران خارج از این که چه نظراتی در مورد مقوله رهبری موجود هست، توی ایران چجوری این کارا داره رهبری میشه؟ مگه میشه این همه اعتراضات؟ مگه میشه مثلا 20,000 نفر تو زندان باشن؟ مگه میشه مثلا توی 3 ماه یک کشور عظیم مثل ایران با 80 و چند میلیون نفر این همه اعتراضات توش باشه که کل دنیا رو به خود فوکوس کنه، کل دنیا رو به خودش کشیده؟ مگه میشه بدون رهبری؟ یعنی مگه مثلا چنین چیزی امکان پذیره؟ مگه میتونیم روش صحبت بکنیم؟ من موافقم که این بیشتر شاید روش صحبت بکنیم. اینا ما الان کجا ایستاده ایم؟ ببینید توی 43 سال بگیر و ببند و مبارزه و یعنی خشونت جمهوری اسلامی و مقاومت مردم، دو تا جریان خیلی با تجربه رو درست کرده که یکیش جمهوری اسلامی خودشه. یعنی جمهوری اسلامی هم توی سرکوب و توی ارعاب و توی نگهداری جامعه‌ای که سکوت باید داشته باشه رو 43 سال داره تجربه کسب میکنه. با یه فرق اینه که اون طرحی که جمهوری اسلامی داره دیگه کارایی ندارن. برعکسش مردمی هم که در مقابل جمهوری اسلامی ایستادن 43 ساله 43,000 شکست بهشون تحمیل شده، دوباره این انسان قد علم کردن، دوباره اومدن و در مقابل این رژیم الان توازن قوا رو یه جوری عوض کرده ان که
خود نیروهای جمهوری اسلامی ناامید شدن از کارشون، رهبرانشون ناامید شدن، مسئولینشون واقعا وقتی برای نیروهاشون تعریف میکنن و طرح میارن و ایده میارن، آدم یعنی فکر میکنه خب اینا چجوری دارین نیروی خودشون رو اداره میکنن. توی اون جایی که کلی باید به نیروهاشون امید بدن، کلی ناامیدی میدن. در نتیجه این توازن قوایی که الان به نفع مردم، به نفع کارگر، به نفع زحمتکش عوض شده، این به نظر من ما اونجا هستیم که اگر چند هفته یا اگر به این اندازه از نظر زمانی که الان این اواخر شروع شده، یعنی با مرگ ژینا شروع شد، اگر این قدری که الان وقت داشتیم اینقدر دوباره جلو بریم و یا این اعتراضات 3 ماه دیگه ادامه پیدا بکنن، اینو مطمئن باشید که ریزش نیروهای جمهوری اسلامی به شکل عینی و عملی آدم احساسش میکنه. این جمهوری اسلامی، ما اونجا هستیم، نظر من جمهوری اسلامی یه جایی هست که فکر میکنه یا خیلی هاشون فکر میکنه واقعا نمیشه ادامهش داد و خیلی هاشون هم خب میگن نه خب ما هیچ چاره ای نداریم چون اینا باید ادامه بدیم و توی این حالت قرار گرفتن که ممکنه بتونیم ادامه بدیم، ممکنه اگر کاری نکنیم نتونیم ادامه بدیم. اینجوری دارن فکر میکنن. خب اینا ناامیدترن به نسبت مثلا بعضی از کشورهای دیگه دنیا، مثل اون چیزی که رفیق فراخ گفت، نیروهای اینا ناامیدترن به این دلیل که اینا هیچ جایی رو ندارن، یعنی از نازیهای آلمان بی پشت و پناهترن. وقتی نازیهای آلمان شکست خوردن، کشورهای آمریکای لاتین به کمک آمریکا اصلا پاس و شناسنامه جدید براشون درست کردن و واقعا فرستادن اونجا زندگی بکنن و هزار نفرشون همین الان اونجا زندگی میکنن و کسی بهشون کاری نداشت. ولی پدیده من میخوام مشخصا دقیقاً به شکل واضح گفته بشه که وقتی میگیم الان تو اواسط این جنبش هستیم یا مرحله وسطی هست، میانگینی هست، هر چیزی که رفیق فرخ هم بهش اشاره کرد، دقیقاً منظورمون چی هست؟ آیا باید قبول کرد که تا حدی سرکوب شده، خفه شده، افت کرده، یا نه هنوز در جریان، منتظر بازم جرقه یا دارن برنامه ریزی داره صورت میگیره؟ دقیقاً الان ما تو چه مرحله هستیم؟ البته اینم باید بگیم خب طبیعتاً انقلاب‌های گذشته هم مال کشورهای مختلف و وقتی بررسی میکنیم یک شبه اتفاق نیفتاده، همه افت و خیزهای فراوانی داشته، اما میخوایم به شکل واضح گفته بشه که دقیق این مطلب رو برسونیم که به بینندگانمون که الان رژیم تونسته کاری بکنه یا نه، یا مردم در چه مرحله‌ای هستن نسبت به چه موضعی گرفتن الان نسبت به رژیم. فرخ جان شما جواب میدی؟ بفرمایید. شما بگید، من دوباره میرم سراغ رفیق فرخ. باشه چشم. ببینید من زیاد یعنی واقعا این نمیشه مثل عدد ریاضی بگیم آخه الان 2 تا 4 تا یعنی 2 تا میشه 4 تا. خب الان به خاطر اینکه به 6 برسیم 2 تا رو کم داریم. ما توی جنگ هستیم، یعنی توی یک گیرودار مبارزاتی هستیم. توی این گیرودار مبارزاتی ما الان توازن قوا اینجوری شده که مردم با دست خالی امید بسیار بیشتری دارن تا نیروهای جمهوری اسلامی که تا دندان مسلحن. این کم نیست، یعنی این به نظر من نقطه اوج قدرت مردم و کارگر و زحمتکش توی فاصله 43 سال گذشته است. اوج قدرته که با دست خالی احساس قدرت بسیار بسیار بیشتری میکنن تا نیرویی که در مقابلش تا دندان مسلح و ایستاده و هر لحظه میتونه با یه رگبار 100 نفر رو بکشه. اینه که خب این امید از کجا میاد؟ این امید از اونجا میاد که مردم میدونن واقعا متحدن، میدونن که چه کارگرش، زحمتکشش توی حتی بازار، حتی قشر متوسط، اینا دارن با همدیگه یکی میشن برای اینکه این رژیم رو بردارن. خب ما الان میگیم خب خیلی هم میان میگن خب رهبرتون کو، حزبتون کو، اصلا کسی از یه حزب حرف میزنه. خب ولی این حرکت هست. این حرکت الان مثلا چه معلمان دارن تشکل
تشکل دارن. تا الان ما تشکل این چنینی معلمان رو نداشتیم. تا الان چنین تشکلی که کارگران یا راننده های واحد کامیون ها رو از این سر ایران تا اون سر ایران سازمان بدیم ما نداشتیم. تا الان ما نداشتیم که اعتصابات 3 روزه از قبل تعیین بشه و به قشر بسیار بسیار وسیعی از انجمن زنان گرفته تا دانشجویان و تا کارگران و تا محلات فقیرنشین فراخوان بدن به اسم خودشون. خب اینا اگه تشکیلات نیست، اگه امکانات نیست، اگه توازن قوا نیست، خب چی هست؟ ما میدونم که شما یا خیلی دیگه الان فکر میکنه یا دوست دارن که خب ببینیم خب مثلا چقدر مونده این رژیم بره. من نمیدونم چقدر مونده، ولی میدونم که این رژیم ضعیفتر شده، بسیار ضعیفتر از دورانی که حتی رئیسی اومد شده. تو دورانی که رئیسی اومد همه گفتن که این رژیم تراکم بیشتری گرفته، یک دستر شده، ولی ضعیفتر شده. چرا؟ برای اینکه تعداد کادرهاش، جناحهای مختلفش، میدان مانورش، حتی نیروی انسانیش، همه اینها داره کمتر شده. ولی خب یک دسترن، مثلا با یک قلم میتونن تصمیم بگیرن از این سر به اون سر حکومتشون میتونن اجرا بکنن. ما همین رو واقعا همین رو دیدیم. الان هم که این حکومت داری میبینی، این حکومت یک حکومت بسیار لرزان هست. این حکومتی که هر روزه میتونه واقعا بیفته، هر روزه میتونه اتفاقاتی برای درونش بیفته. برعکس مردم این همه تلاش کردن، حتی قدرت راست جامعه خیلی تلاش کردن که جنبش کردستان و بلوچستان رو جدا بکنن. اینا خب این چه قدرتیه، چه حزبی هست، چه جریانی، چه رهبرانی هستن که در مقابل همه این طرح‌ها ایستادن. یعنی شما فکر نکنید فقط جمهوری اسلامی است، نیروی راست جامعه هم خیلی تلاش میکنه که بالاخره یه چیزی رو دست و پا بکنه برای خودش، برای آینده خودش. چیزی که اونا میخوان دست و پا بکنن مطمئنا اتحاد مردم نیست. بنابراین اگر اینجوری باشه، خب من این ادعا رو دارم، میگم جنبشی که الان راه افتاده خب سرش به 43 سال گذشته مربوطه، ولی تو چه موقعیتی قرار گرفته؟ الان تو موقعیتی قرار گرفته که توازن قوایی رو ایجاد کرده. این توازن قوا کل نیروی راست جامعه و اپوزیسیون و غیر اپوزیسیونش، با اصلاح طلب و حکومتش، و همه اینا رو اونایی که مدعی اپوزیسیون جمهوری اسلامی بودن رو در آشمز کرده و اونایی که حاکمن توی وحشت و لرز انداخته. این ما الان تو موقعیت قرار گرفتیم. سپاسگزارم. برمیگردم به شما رفیق فرخ گرامی. اون چیزی که گفته میشه در مورد شرایط انقلابی، یکی از مشخصه هاش اینه که رژیم توان مدیریت رو نداره، یعنی دچار یک نوع فروپاشی میشه. حتی توان اداره کردن بخش‌های مختلف کشورم معمولاً نداره، کنترل بر نیروهای سرکوبش هم نداره. ما نمودش رو در نرخ دلار میبینیم، نرخ طلا میبینیم که همینجور داره میره بالا. پس این میشه گفت این یکی از علائم همون فروپاشی اقتصادیه. در کنار این یکی دیگه از شاخصه ها میتونه این باشه که درگیری ما بین جناح‌های رژیم باید به اون اوج خودش برسه، اما ما هنوز همچین چیزی رو نمیبینیم. در این موقع چه باید کرد؟ رژیم داره از تمام ابزارهاش استفاده میکنه. رفیق وریا اشاره کردن توازن قوا به نفع مردمه. شما چی فکر میکنید؟ آیا فکر میکنید مردم این توازن رو دارن، حفظ کردن، تونستن و برای تقویتش از چه ابزارهایی میتونن استفاده کنن که بتونن رژیم رو تو مخمسه بذارن، تو فشار بذارن؟ بله، خب سوال شما در واقع چند سواله. اینی که رژیم تو مقاطع انقلابی نمیتونه جامعه رو به سازمان بده، نمیتونه به درستی به اصطلاح ابزاری که در دست داره ازش استفاده کنه و ریزش در خود رژیم به وجود میاد، اینا همه درسته و ما تا اندازه زیادی واقعا اینو مشاهده کردیم، اینو دیدیم. شما در نظر بگیرید همین نمونه که شما خودتون آوردین، مسئله ارز و طلا، این بماند. مسئله همین اعدام و دوست دارم یه اشاره کوتاه هم به این بکنم. این در واقع
اعدام هایی که در این دوره داره انجام میشه ماهیتاً بسیار فرق داره با اعدام هایی که سال 60 و 67 شد. در اون زمان هزاران نفر در اسیر به معنای واقعی کلمه اسیر بودن دست جمهوری اسلامی، در خفا در سکوت کامل اینا رو همه از بین بردن، کشتن، به قتل رسوندن. جامعه هم در بیخبری کامل به سر می برد. در واقع اون مقطع کشتن، اعدام کردن برای این رژیم و یک معنی دیگه داشت. ولی امروز میبینی قبل از اینکه بخواد رعب و وحشت درست بکنه تو مردم، قبل از اینکه در واقع انقلابیون و مردمی که به پا خواستن و بترسونه، میخواد تقویت روحیه افراد خودشو بکنه. یعنی در واقع یک جورایی این اعدام ها بیشتر آدم اینجوری حس میکنه که رو به خود نیروهای سرکوبگره که نترسید. و بارها هم اینا گفتن، خود خامنه ای هم اینو میگه، مرتب تکرار میکنه که نترسید. این اعدام ها هم در واقع اگر تماما نه، ولی بخش عمده ایش برای اینه که این نیرو رو باش تقویت روحیه کنه. اینا همه علائمی که موجوده، همین الانش هم موجوده. ولی خب طبیعتاً هر چقدر این انقلاب رو به پیش بره، این علائم آشکارتر و بارزتر میشه. و به نظر من بحث اینه، من از در واقع تو صحبت‌های قبلی من خواستم دقیقاً اینو بگم، چون این انقلاب در واقع همزمان داره از همه شیوه‌های خودش استفاده میکنه. ممکنه این تصور وجود بیاد اگه چند روز جوانات تو خیابان نبودن، کوکتل مولوتوف ننداختن، جایی رو نسوزوندن، بسیجی رو کتک نزدن، گویا انقلاب فرو نشست و قرار مردم مایوس بشن. اصلا اینطوری نیست. این انقلاب همزمان با هم از تمام شیوه های موجوده، از اعتصاب، از شعارهای شبانه، از راهپیمایی سکوت، از کشیدن بیرون پولها از بانک و خیلی چیزهای دیگه داره استفاده میکنه همزمان. بس بنابراین انقلاب جاریه، موجوده، هست، زنده است، رهبریشو داره، ستاد رهبریشو داخل داره. حالا اونو که در خارج از کشور هست، من جمله خود ما احزاب سیاسی، اونو میشه راجبش صحبت کرد که رابطه اینا با داخل چی هست، چجوری میشه اینو تنظیمش کرد، میشه چه اسمی روش گذاشت، اینا رو میشه راجبش صحبت کرد. ولی به نظر من این انقلاب رهبری و ستاد رهبری خودش، همونجوری هم که رفیق‌ها اشاره کرد، خب ما بیشتر از 3 ماهه که شاهد یک رو در روی بی سابقه مردم با رژیم هستیم. بدون رهبری عملی نیست، غیر ممکنه. سپاسگزارم. دقیقاً میخوام وارد همین بحث بشم. من از رفیقی شنیدم مثلا در مورد دانش آموزا که صحبت میکرد، میگفت حتی دانش آموزای ابتدایی هم که میان تو خیابون شعار میدن، فکر نکنید که اینا فاقد رهبری هن. شاید اسم لیدراشون رو خورده لیدر گذاشت، چه میدونم همچی چیزی، ولی دارن. بحث اینه که به یه جایگاهی رسیده این نسل‌های جدید که خودشو تو اون جایگاه میدونه، خودشو لایق بهترین ها میدونه. برای همین هم هست تو محافل خود رژیم هم بعضی از سرانشون میان وقتی بحث میکنن راجع به این مسئله رهبری، یه دشون اذعان میکنن، میگن رهبری داره، لیدرهای مختلف داره، خیلیاشون هم ما بازداشت کردین اما هنوز هستن. دستیابی بهشون سخته چون همزمان در چندین نقطه اینا فعالیت میکنن. اما اون رهبری مشخصی که مد نظر اونهاست اون نیست که فرض کنیم مثل این خودکار باشه، شناخته شده باشه، راحت برن بگیرنش و باش برخورد بکنن. اینجاست که اونا هم سردرگم کرده و تو بولتن‌هایی هم که بارها ازش بحث کردم خودشون هم افشا شده،
اذعان کردن به این ضعفشون. نکته دیگه ای که شما اشاره کردید در مورد این در واقع امید دادن به نیروهای سرکوبگرش، توی یکی از این همین بولتن ها مثلا اشاره میشه به فرزندان اینها. میگن بخش بزرگی از معترضین، جوانای معترض که کف خیابونن، فرزندان همین یا جانباز یا خانواده شهیده یا چه میدونم سپاهیه، خیلی هاشون هم بازداشت کردن. اما چه باید کرد؟ بس اینجاست، ما میخوایم راهکار بدیم. گفتیم الان توی مرحله هستیم که پس جنبش ادامه داره، هنوز داره کار خودشو میکنه، فعالیت خودشو میکنه، منتها دیگه از اون حالت احساسی که مثلا هر شب می اومد بیرون، بعد نظم به خصوصی نداشت، شاید یه نقطه قوتی هم بود به نوعی، چون نیروهای سرکوبگر رو گیج میکرد، سردرگم میکرد، اما از اون حالت خارج شده. مثلا تو اعتصاب 3 روزه‌ای که ما دیدیم سابقه نداشته در طول حیات جمهوری اسلامی چنین اعتصاب وسیعی صورت بگیره، اونم در شهرهایی که خیلی مذهبی بودن، خیلی حامی رژیم بودن، اما این امر اتفاق افتاده. الان بحث اینه که چه باید کرد واقعا تو این مرحله که مردم بتونن دوباره به صحنه بیان، منسجمتر و محکمتر در واقع ابراز قدرت بکنن در مقابل دستگاه سرکوب رژیم. رفیق فرخ شما میتونید جواب بدید، بعد میرم سراغ رفیق وری. بله، این نکته خیلی خیلی مهمیه. چه باید کرد که در واقع این انقلاب سراسری بشه، وسیع بشه، عمومی بشه، همگانی و مردمی بشه، اگه من درست منظور شما رو فهمیده باشم. بله، من فکر میکنم اتفاقا شگردهایی به کار برده شده. اتفاقا همون ستاد رهبری که ما ازش صحبت میکنیم در داخل همین کار داره میکنه، شیوه های مختلف داره آزمایش میکنه. من گفتم رژیم خیلی به اصطلاح با تمام قوا تلاش کرد که این انقلاب رو سرکوب بکنه و از همه شگردهایی که بلد بود استفاده کرد. همین الانش هم داره تلاش میکنه یه جورایی تو کردستان بحث شیعه و سنی و این حرفا رو درست بکنه و اینا، از همه شگرداش داره استفاده میکنه. ولی در واقع ستاد رهبری این انقلاب، جوانا دارن به اصلاح به شکلی پیش میرن که این شور و شوق انقلابی نخوابه و در عین حال امکانی رو فراهم بکنن که توده های مردم که الزاماً مثل جوانان نمیتونن از اون شیوه مبارزاتی که ما میشناسیم تو این 3 ماه گذشته استفاده شد، از استفاده از کوکتل مولوتوف گرفته تا حمله به مامورای سرکوبگر و اینا، نتونن تو این شکل از مبارزه شرکت بکنن. اونا هم در واقع بیان میدان و بیان، چون من فکر میکنم این دیگه تقریبا یقینه که تو بولتنای خودشان هم راجع به این قضیه صحبت میکنن، بالای 70-80% مردم ایران به هر حال این رژیم رو نمیخوان. اینا بحث اینه که اینا اکتیو به خیابان بیان، اکتیو در این انقلاب شرکت کنن و این اتفاق داره میفته. من فکر میکنم بهترین راهکار اینه. در واقع من فکر میکنم همین الان صحبت‌های ما انعکاس سیاست‌های همین ستادهای رهبری که تو ایران درست شده، در واقع ما داریم اون رو انعکاس میدیم. حرف تازه‌ای نمیزنیم اینجا، ولی دوست دارم اینو تکرارش بکنم. ادامه همین سیاست، تظاهرات‌های وسیع توده‌ای که الزاماً شعاری هم توش نیست، با قول خودشون راهپیمایی‌های سکوت، این میتونه جمع میلیونی رو به خیابان بیاره. آخه همینم تحمل نمیکنن رفیق. مثلا تو کرمانشاه، شما خودتون بچه کرمانشاه هستی، تو کرمانشاه تو تاقبستان اومدن این کارو کردن، 86 نفر رو بازداشت کردن. یعنی حتی سکوت هم برای رژیم دردناکه، اینم نمیتونه تحمل کنه. اینجاست میخوام بگم که چه باید کرد. درست انعکاس داره تو حرفای ما روند جامعه، ولی ما مثل حکم رهبرای فرامیدانی رو داریم برای اونها.
این مردم بالاخره باید امیدشون رو به احزاب از دست ندن، باید بتونن انتخاب بکنن. بالاخره از درون همین احزاب یه حزب بلند میشه و رهبری جمعی کل جامعه رو باید در دست بگیره تا به سرمنزل برسونه این انقلاب رو. حتما حرف شما درسته. من فکر میکنم بحث این نیست که تحمل نمیکنه رژیم، راهپیمایی سکوت رو تحمل نمیکنه. اتفاقا من از یک دیدگاه دیگه به قضیه نگاه میکنم. جمهوری اسلامی هم نیروهای سرکوبگر اتاق فکر دارن. خب اونا میدونن که اگه سرکوب نکنن، تظاهرات های سکوت رو سرکوب نکنن و نشون ندن که اینم سرکوب میکنیم، این خیلی سریع میتونه بزرگ بشه، خیلی سریع میتونه عمومی بشه، میلیونی بشه. به این خاطره که در واقع به این خاطره که حمله میکنه. ولی اگر این تداوم داشته باشه، زیاد بشه، اون موقع قضیه به هر حال فرق خواهد کرد و اینا. ولی من تنها اینو نمیگم. من منظورم اینه که در کنار کارهایی که تا الان شده و ادامه خواهد داشت، این کارهای به اصطلاح شاگردها را میشه به کار برد. مثلا همین شعارهایی که شبانه داده میشه تو چند محلات تهران به خصوص، این عمومی بشه. شما تصور اینو بکنید تو تهران یا تو شهرهای دیگه همزمان با هم 3/4 شهر شبانه شعار بدن از یک ساعت معین تا یک ساعت معین. این لرزه به اندام تمام سیستم رژیم میندازه. اینجوری نیست که اینا تاثیر نداره، اینجوری نیست که فقط مقابله به مثل با نیروهای سرکوبگر میتونه تاثیر داشته باشه. نه، اونم جای خودشو داره، اونم لازمه. حق مسلم جواناست، وقتی ازشون میکشن حق دارن از خودشان دفاع بکنن. این دفاع مشروع قانونیه تو تمام دنیا و تا الان هم کردن، از این بعدش هم میکنن. سپاسگزارم. میخوام همین مسئله رو از شما رفیق وریا بپرسم. رژیم داره هزینه رو دست مردم میذاره، هزینه سنگینی هم در واقع رو دست معترضین گذاشته. خیلی ها وقتی بحث همین راهپیمایی سکوت میشه میگن رو رژیم اصلا از خداشه، وقتی خب چیزی نمیگه اون از صدای اعتراض تو میترسه، اون از فریاد و دشنام و چه میدونم شعارهایی که تو میدی میترسه. اما وقتی که سکوت میکنی و به جای اینکه مشت تو گره کنی، ابزار مقابل تو دستت باشه و سکوت میکنی، اونم راحت تر سرکوبت میکنه. خیلی هم که در مقابل این توری مبارزه مسالمت آمیز اینا دارن مقابله میکنن، میگن اتفاقا برعکس، الان که رژیم داره سرکوب شدید میکنه، مردم هم باید جواب بدن به این که رژیم فکر نکنه هیچ هزینه‌ای براش نداره. وقتی هزینه به مردم تحمیل میکنه باید خودش هم هزینه سنگینی بپردازه. نظر شما چیه؟ ببینید، این رژیم هزینه سنگینی پرداخت کرده است. یعنی رژیمی که از مردمی که حتی با سکوت میان تو خیابون وحشت داره، خب این براش هزینه برداره. توی همین مدت بسیاری از نیروهای رژیم هم حتی کشته شده اند. یعنی نیروی انسانیش هم اینجوری نبوده که فقط اونا دارن بکشن و این خودشون تو امان باشن. این تا اینجاش. مسئله اینه که من میخوام به چند وجه این قضیه اشاره بکنم. یکی مسئله خود این جنبش و رهبریش. این جنبش چپ هست، این حرف من نیست، این حرف راستای جامعه است. یعنی راستای جامعه وقتی تلاش میکنن خودشونو بعد از چندین ماه سکوت و یه جوری خودشونو هماهنگ بکنن. ما هنوزم جریان مجاهد و غیره رو داریم تعقیب میکنیم که هنوزم نتونستن دو تا جمله درست و حسابی در مورد این جنبش حرف بزنن که گویا اونا باهاش هماهنگ باشن، یعنی هماهنگ باشن. پس این جنبش چپ هست، پس مطالباتش چپ هست. رهبری دارد یا ندارد؟ خب چپ اصلا به طور کلی خواهان یک رهبر نیست. یعنی خود این
خود این هم یکی از علامت‌های چپ بودن این جنبش هست. بنابراین تو مثلا حتی فقط توی ایران هم نیست، توی جلیقه زرده فرانسه رو تعقیب کنید، چندین سال جلیقه زرده اومدن تو خیابون، همه منتظر بودن میگه خب کی رهبرشونه، اینا کی رهبرشون، و یه رهبر بیاد و همه بگن خب این آقا یا این خانم رهبر اون است. تا الان هم کسی این رهبر رو دریافت نمی‌کنه که اینا یاد گرفتن کلکتیو کار بکنن. نسل‌های جدید تو جامعه ما که دارن قد علم میکنن، سازمان دارن، تشکیلات دارن، هماهنگ میکنن، این فعالیت رو الله تعالی اینجوری پیش میبرن، کلکتیو این کار میکنن. من میخوام با یک مثال خیلی ساده این رو ثابت بکنم. ببینید من و شما و رفیق فراخ الان با همدیگه حرف میزنیم. ما نمیشه، اصلا غیر ممکنه قبل از اینکه با همدیگه تماس گرفته باشیم و بدون هیچ خبری از همدیگه یهو اینجا ظاهر بشیم و بشینیم حرف بزنیم. ما با همدیگه هماهنگ کرده ایم که اینجا حرف میزنیم، 3 نفرم هستیم. خب بنابراین نمیشه بدون سازمان هیچ کاری کرد. اگر این الان 3 نفر رو 300 نفر بکن، 3000 نفرش بکن، 300,000 نفرش بکن، مگه میشه بدون همکاری؟ مگه میشه بدون سازمان؟ مگه میشه بدون اینکه با هم تماس گرفت، قرار گذاشت، برنامه ریخت، شعار طرح کرد، همینجوری حرکت وسیع اینجوری داشته باشید؟ بنابراین کلمه رهبری هم ما هم مخالفیم یک نفر رو علم بکنن و هم کار چپ نیست، چون که این جنبش چپ هست اینجوریه. رفیق وریا عذر میخوام، ولی جنبش هایی که شما مشخصات چپ رو دارن آلترناتیوشون مشخصه. شما اینو میبینید یا لااقل تا حالا مشخص نشده، عمومیت پیدا نکرده؟ ببینید مطالبات رو ببینید، جهت رو میبینید. این خیلی مهمه که این جنبش جهتش چیه. چرا این جنبش ملاهای اصلا نیروی راست کردستان، با وجود اینکه کردستان این جنبش از کردستان الان دوباره برگرفت و شروع شد، چرا نیروی راست جامعه کردستان اینقدر ساکتن؟ چرا همشون خودشون رو به در و دیوار میزنن برای اینکه یک معنی پیدا بکنن تو این جنبش؟ هنوز هیچ جایی رو پیدا نکردن، برای اینکه این جنبش چپه. خب الان چرا ما این سوال بیا که خب رهبر این چپا کیان؟ خب این الان ببینید مشکل این جنبش نیست، مشکل جمهوری اسلامی هست. جمهوری اسلامی خیلی براش راحت‌تر دوست داره که یک نفر یا یک کسانی رو پیدا بکنه مثل رهبر این جنبش و به اعدامشون بکنه یا زندانشون بکنه، از دست این جنبش خلاص بشه. اون مشکلش اونجوری داره، میخواد حلش بکنه، ولی جنبش اینجوری حرکت نمیکنه. این جنبش اینجوریه. شاید این جنبش مختص به ایران، اون چیزی که اول خودت گفتی، آیا این جنبش مختص به ایرانه؟ آیا این انقلابی پدیده مختص به خودش هست؟ به نظر من همه اینا رفیق فراخ گفت آره مختص به خودش هم هست. این پدیده خیلی ایندیویدواله. بنابراین اگه اینجوری باشه این نسل جدید دنبال رهبر نمیگرده، دنبال کار خودشه، کار میکنه. یعنی نسل کار آینده، منظورم نسل جوان نیست، چون پیر و جوان دارن این کار میکنن. این نسلی که الان این در این مبارزات رو این اصلا به نظر من نشانه قدرت این جنبش و نشانه ضعف دشمنش هست. در نتیجه این مسئله چی باید باشه یا چی کار باید بکنی؟ به نظر من این جنبش باید تعرضی تر بشه، این جنبش باید وسیع تر بشه. رفیق فراخ بهش اشاره کرد. شما میبینید یا همه میبینن این حرکاتی که توی ایران بوده، این جنبش، این چهره جنبش دنیایی رو راه انداخته. مسئله زن اصلا پدیده ایرانی نیست، ولی الان توی یعنی از ایران دوباره مطرح شده و توی کل دنیا دوباره مطرح میشه. بنابراین وقتی به این جنبش نگاه میکنیم، یک جنبش انسانی قوی است که اصلا کل بشریت امروز به این جنبش شدیداً احتیاج داره. باور کنید اگه تو ایران هم نباشه، بعد از بلوک شرق ما شاهد یک برزخ، یک دوران سکوت، یک دوران بربریت سرمایه‌داری هستیم این 30-40 سال گذشته. خب این دوران باید سپری بشه. چه بهتر که از ایران دوباره شروع بشه که سپری بشه. انسان امروز به جنبش جدید احتیاج داره. مطالباتش همون مطالباتی که ممکنه 200 سال قبلم بوده، ولی بعضم جدید. وقتی امروز از انسانیت حرف بزنید، در نتیجه به نظر من
این جنبش خصوصیاتی که باید داشته باشه چیه؟ خصوصیاتی که باید داشته باشه اینه که نیروی رژیم رو خسته و کوفته نگه داره. اینا خستن کوفته‌ان، اینا ناامیدن. این ناامیدی رو باید، یعنی اینو باید نگه داشت. خب میره مزدور میاره رفیق وریا. الان اسنادی که مشخص شده، نامه خود سید حسن نصرالله، حدود 9500 نفر از نیروهای حزب الله سوای هشت شعبی، مأمور حفاظت از بیت رهبری و جاهای دیگه، یعنی کسایی هم مثلا، یا فیلمی که چند وقت پیش پخش شد در مورد نیروهای نخسا، نیروهایی که وابسته به هیچ طرفی نیستن، خودسر نیستن به قول خودشون، اما مستقل عمل میکنن. خب میره از اونا میاره، نیروی خودش هم که خسته باشه. ما ریزش زیاد دیدیم تو نیروی خودش، ولی اونا رو هم میاره. چگونه میشه هزینه بیشتر بهش تحمیل کرد وقتی که میاد؟ الان 60 نفر از خودش کشته شده، درسته، ولی نزدیک به 500 نفر مردم رو کشته. آبان 98 1500 به روایتی خیلی بیشتر از این هم کشته. در طول 43 سال گذشته هی کشته، اعدام کرده، تجاوز کرده. چگونه میشه مردم هزینه بیشتری بهش تحمیل بکنن به گونه‌ای که این تا ندونه سنبه مردم پرزوره عقب نشینی هم نمیکنه از موازش؟ مردم باید به شکل وسیع توی اونجایی که مردم هستند، یعنی محلات فقیرنشین بیشتر، باید این حرکت رو اونجایی که دارن زندگی میکنن. نیروی جمهوری اسلامی از 9000 نفر 900,000 نفرش هم بکنی نمیتونه همه جا باشه. بنابراین یکی از سوالای اساسی و خیلی ساده اینه که اونجایی که نیست شما دارید چیکار میکنید؟ اونجایی که نیروی رژیم نیست چیکار دارید میکنید؟ این یه بحثه، یه سواله. جمهوری اسلامی، نه جمهوری اسلامی، هر رژیم دیگری تو این دنیا با نیروهای تدندان مسلح هیچ وقت در مقابل دست خالی نیروی عظیم انسانی تب نیاوردن. تا الان اینجوری نبوده، یعنی جمهوری اسلامی هم حتما اینجوری نخواهد بود. بنابراین تعداد نیروهای رژیم رو شمردن، این رو به رخ مردم کشیدن، اسلحه هایی که دارد رو، نیروهایی که از فلسطین و غیره رو وارد میکنند رو، همه اینا نشانه ضعف این رژیمه. همه اینا داره نشون میده که مردم دست خالی، شما قوی تر هستید. شما باید بیشتر فقط همین کارهایی که دارید میکنید رو بیشتر بکنید. امشب توی این محله این کار میکنید، فردا شب استراحت بکنید، توی محله دیگر این کار رو بکنید. این حرکت نباید بخوابه صرفا به دلیل اینکه جنبش دشمن نمیدونه کجا دارید چیکار میکنید. این وحشت رو به تن اینا میندازه. اینا واقعا استراحت ندارن، واقعا خستن، واقعا کوفتن، واقعا ناامیدن. خب این حرکت رو با نگه داشتن، با ادامه و وسعت بخشیدن و تنوع بخشیدن به این اعتراضات، ما هی داریم از چیزی که باید اضافه بشه حرف میزنیم. ولی ببینید توی کجای دنیا شما دیدید مسافر توی اتوبوس که داره به خونه میره یا به سر کار میره، خود توی اتوبوس رو به اعتراض تظاهرات تبدیل بکنه؟ مترو، قطار، مدرسه، محیط ورزش، محیط کار. خب همه اینا همین الان هست، بنو شما دارید حرف میزنید. بنابراین این رو باید یعنی این خودآگاهی رو ما باید داشته باشیم که این واقعا همین چیزی که این رژیم رو به وحشت انداخته و ضعیفترش میکنه. باید ادامهش بدیم. ببخشید من خیلی صحبت کردم. رفیق فرخ ببخشید. ما الان میریم سراغ رفیق فرخ. رفیق فرخ نازنین به نکاتی اشاره کردن رفیق وریا. اونم بحث اینه که درسته ما میخوایم، خب هم یه لایه هست به اسم قشر خاکستری، اونا هنوز ملحق نشدن، بیشتر نظاره‌گرن، عموما هم مخالفن، ناراضیان ولی لزوما معترض نیستن. یکی اوناست. دو، همون گونه که رفیق وریا اشاره کرد، اون لایه های حاشیه نشین شهرها، محلات فقیر نشین، اینان. خب ما تو استوری که یکی از این بچه‌هایی که به اعدام محکوم شده، مثلا آخرین استوری که گذاشته اینه که مضمونش پدر من ضایعات جمع می‌کرده، کارگر بوده، فرزند همچین خانواده هایی هستن خیلیاشون، و رژیم رحم نکرده. شاید همین بچه نونآور خانواده باشه اما بهش رحم نکرده.
ما اگه بخوایم، بالاخره بحث اینه که وقتی حرف از رهبری میزنیم بحث رهبر کاریزماتیک نیست، بحث یه هماهنگ کننده است، مدیریت کننده است. ما درسته به قول رفیق اوریا داریم محلات مختلف به شکل خطی عمل میکنن در سطح، اما همه اینها اگه بخوان یه اقدام هماهنگ بکنن، برای مثلا اگه بخوان 100 تا پایگاه بسیج در سراسر ایران، 300 تا پایگاه سپاه پاسداران یا بسیج رو آتیش بزنن، بگیرن، فتح کنن، اینا باید در یک حرکت هماهنگ شده صورت بگیره و اینو اون رهبرهای کوچیک و یا خرد لیدر خود رهبر نمیتونن انجام بدن به تنهایی، چون یه جا ممکنه اتفاق بیفته، یه جای دیگه خبر نداره اصلا همچین چیزی باید بکنه یا نکنه. پس یه هماهنگ کننده اون بالا نیاز دارن و فکر نمی کنید این باید شکل بگیره تا جنبش رو یک قدم به پیشتر ببره؟ یقینا باید شکل بگیره و داره، به نظر من داره شکل میگیره. اتفاقا هر انقلابی رهبری خودش هم درست بکنه. شما نگاه کنید مثلا انقلاب، همه راه دور نریم، انقلاب سال 57 شما به خاطر ندارین، ولی من شخصا خودم که در اون انقلاب شرکت داشتم، اون موقع جوانی 16-17 ساله بودم، به طور یقین میتونم بهتون بگم که درصد انسانهایی که میدونستن بریچه اومدن رو خیابان دارن تظاهرات میکنن بی نهایت به نسبت اون جمعیت کم بود. خیلی ها تو خیابان بودن، در واقع موجی بود راه افتاده بود، انسانهایی رو همراه خودش کرده بود بدون اینکه بدونن چی میخوان و دارن چی کار میکنن، تا یک مقطعی حداقل. خب ولی الان اینطوری نیست. الان جوانی که تو خیابونه، کارگری که تو خیابونه، محصلی که تو خیابونه، وقتی باهاش صحبت میکنن خیلی واضح میدونه چه نمیخواد و چه میخواد. این بحثی که میگن این جنبش چپه، قضیهش از اینجا سرچشمه میگیره که ما یک رژیم مذهبی داشتیم، فاشیست مذهبی داشتیم که 43 سال داره حکومت میکنه و تمام به قول معروف اتفاقاتی که میبایست بیفته افتاد تو این 43 سال. مردم دیگه چیزی نمونده که بهش آویزان بشن و یه جوری به این رژیم به هر حال اعتماد بکنن، دوباره به این سبک حکومت داری بخوان اعتماد بکنن. براشون مذهب نهایتاً، دین و مذهب نهایتاً برای مردم ایران در واقع جایگاهش تو مسجده، بیشتر از اون نیست. یه عقیده شخصیه، حالا کسی داشته باشه یا نداشته باشه. این اولین پایه سکولاریسمه که مردم خواهانشن، یعنی جدایی دین از دولت که سالهای سال ما به عنوان چپا و سوسیالیستای جامعه شعارشو میدیم، و الان عملی شده. الان مردم این اولین چیزیه که نمیخوان، اولین چیزیه که میخوان. دوم چیزیه که میخوان اینه که دموکراسی میخوان که احزاب، افراد بتونن آزادانه بدون هیچ نوع محدودیتی تو جامعه فعالیتی سیاسی بکنن، بدون هیچ انگی که بهشون خورده بشه. این خیلی مهمه. بحث شعار زن، زندگی، آزادی، همه اینا رو در خودش داره. خب حالا بحث اینجاست. شما درست میگین که این جنبش، این قیام به هر حال رهبرانی داره، رهبران محلی، حالا رهبران جوانان به حساب محلات اسم خودشون رو گذاشتن. خب اینا یک جمعی شاید فراگیرتر لازمه که اینا رو به هم متصل بکنه و در سطح ایران یک رهبری واحد، حالا واحد منظور یک نفر نیست، یک جمع، یک رهبری واحد درست بشه. به نظر من امکان این هست، وجود داره و به وجودم خواهد آمد و من فکر میکنم که پایه‌هاش گذاشته شده. خارج از این، همین الان ما نشستیم داریم صحبت میکنیم، داریم به هر حال نظرات خودمون رو میگیم، پیشنهادهای خودمون رو میگیم
و این تو پرانتز اینو بگم، در 150 سال گذشته تاریخ معاصر ایران هیچ دورانی به اندازه الان در حال حاضر زمینه برای فعالیت احزاب و چپ و سوسیالیستی فراهم نبوده، با توجه به شرایطی که پیش اومده، با توجه به شعارهایی که موجود و اینا. بس بنابراین ما هم بی‌نقش نیستیم، ما هم در تلاشیم، کار خودمون رو داریم میکنیم، تلاش میکنیم با توجه به این که این زمین پیش آمده، با توجه به این که آگاهی بی‌نهایت غیر قابل مقایسه است با گذشته و ما به عنوان چپ و کمونیست نیاز داریم که آگاهی تو جامعه باشه، رو اون بستر میتونیم کارمان رو پیش ببریم. خب برای ما زمینه خیلی فراهم شده، خیلی مهیاست و داریم تلاش خودمون رو میکنیم. شبانه روز خود شما، من شاهدم که شبانه روز داریم فعالیت میکنیم، حزب داره تلاش میکنه، احزاب چپ هم اینطوری و تلاش هایی هم هست که به هر حال متحدتر و یک پارچه تر در واقع دخالتشون یا بگیم تاثیرشون رو تو این انقلاب متحدانه تر به هر حال پیش ببرن، با هم پیش ببرن اینا. من خیلی خوشبینم، یقین دارم که در ادامه این انقلاب اون رهبری که مد نظر شماست درست میشه، اعلام موجودیت میکنه، اطلاعیه میده و سپاسگزارم. رفیق وریا، کمتر از حدوداً 5-6 دقیقه بیشتر وقت نداریم. میخوام 1-3 دقیقه به هر کدومتون وقت بدم برای پرسش پایانیم. بحث زیاده، متاسفانه ما نمیرسیم همه اینا رو، اما این وعده رو میتونیم بدیم به بینندگان عزیز که حتما در برنامه‌های آتی دوباره در خدمت شما ارجمندان و همچنین شما مهمانای عزیز برنامه خواهیم بود و بیشتر این مسئله رو کنکاش کرده و باز میکنیم. سوال پایانی من مشخصا اینه، شاید به نوعی من دارم همچین حسی رو تجربه میکنم، اگر اون ماهیت چپ، زمینه چپ در مطالبات، خواستها، شاید در میان شعارها یا خواستهای مردم نبود، کشورهای غربی با این حجم اعتراضاتی که سابقه نداشته که مثلا نزدیک به 3 ماه ادامه پیدا بکنه و اونا نیان پشت این قضیه و حداقل قدمی برای رژیم چنج بر ندارن، محکوم میکنن از راه دور، یه سری تحریم ها اعمال میکنن اما شاید بشه گفت زیاد مؤثر نیست، نگیم کامل بی اثر ولی زیاد مؤثر نیست. اون قدمی که باید بردارن و هنوز بر نداشتن، شاید به همین خاطره، چون اوایل انقلاب رفیق فراق اشاره کردن به سال 57. سال 57 من تصاویر و فیلمایی که میبینم پیش از اینکه اصلا رسما به پیروزی برسه، پلاکارد دستشون بود، مردم تو خیابون میگفتن ما جمهوری اسلامی میخوایم، آلترناتیو مشخص بود، یعنی پیش زمین مشخص بود و چون پیشترش هم قطب‌زاده اینا در پاریس قول و وعده‌هاشو به کشورهای سرمایه‌داری داده بودن، خیالشون از این بابت که سرمایه‌ها حفظ میشه میتونن بیان سرمایه‌گذاری بکنن، منافعشون حفظ میشه، اومدن پشت این قضیه. ما باید چی کار بکنیم؟ بالاخره ما نیاز به اون حمایت بین‌المللی هم داریم که فشارها رو جمهوری اسلامی زیاد بشه که مردم بتونن نهایت قدرتشون رو به کار بگیرن و پیروز بشن. ببینید، ما باید این اعتراضاتی که داریم رو، این نیروی موجود رو باید تبدیل بکنیم به خودمدیریتی، به سازمان، به تشکیلات و به شکل علنی. یعنی این توازن قوا باید یک کاری به یه جایی برسه که ما تشکیلات هایی رو داشته باشیم و آدم های حقیقی و حقوقی و عینی که توی جامعه هستن و اینا بتونن این خودمدیریتی رو یعنی همین الان مثل شما میگید با پلاکات، یعنی آدم مشخص باشه که چه دنیایی رو بعد از جمهوری اسلامی میخواد سازمان بده. بحث این نیست که جمهوری اسلامی چی بشه چی نشه، اون تکلیفش فقط توازن قواست.
تکلیفش اون مشخصه. بحث اینه که ما چی میخوایم. ما برداشتن شمشیر برای همسایگان و دولت‌های دیگر و ممالک دیگر شروع نمی کنیم که ما هیچ دشمنی رو با هیچ کسی دیگری نداریم. کاری که ما میخوایم بکنیم یک زندگی انسانی لایق شأن انسان امروز رو میخوایم توی محیط زندگی خودمون سازمان بدیم. این چیزی است که هم امکان پذیره، همین الان شعاراشو داریم و میخوایم تشکیلات و سازمان نیروی میخوایم اینو به نیروی عینی تبدیل شدنش بکنیم. این چجوری میشه؟ همین الان باید شورای محلات، کمیته محلات، تشکیلات، من نمیدونم اسمش، زیاد از دور نباید نگاه کرد اسمش چی باشه، ولی مهمه که تشکیلات داشته باشیم. این تشکیلات ها همین الان نطفه هاش تو خیلی جاها هست. ما تو کارخانه احتیاج داریم، تو محلات احتیاج داریم، تو مدارس احتیاج داریم، تو مراکز پزشکی احتیاج داریم، همه جا به تشکیلات احتیاج داریم. تشکیلات هایی که آدمای عینی این رو اداره میکنن با اون اهدافی که همین الان این جنبش داره. بنابراین این میتونه مورد پشتیبانی جهانی وسیعی قرار بگیره. مطمئن باشه توی دنیا مورد همین الان هست. یعنی همین الان به وسعت دنیا ما در این پشتیبانی رو احساس میکنیم. در نتیجه به نظر من این خیلی مهمه که ما به تشکیلات توی این دوره خیلی اهمیت بدیم. من عرض میکنم. سپاسگزارم. همین پرسش رو از شما میپرسم رفیق فرخ گرامی. عنوان کردن این مسئله همون گونه که رفیق وریا گفتن توسط حالا این کمیته های محلات، شورای محلات، هر چی که هست، شعار اگه سراسری بشه آلترناتیو بالاخره مشخص میشه و میتونن اینا توضیح بدن برای قشرهای خاکستری جامعه، برای اون لایه‌های فقیر جامعه که آینده‌ای که ما برای شما ترسیم میکنیم ازش حرف میزنیم منافع همه رو تضمین میکنه، به خصوص شماهایی که هنوز نپیوستید. پاسخ شما در این رابطه چیه؟ بله همینه، اون توازن قوا رو تغییر میده. در واقع حمایت کشورهای غربی اروپا از این جنبش که شما اشاره کردین تو صحبت‌های اولتون، من در واقع اینجوری سعی میکنم توضیح بدم. شاید این یکی از نقاط قوت این انقلابه. ما به عنوان چپ از روز اول که جمهوری اسلامی سر کار اومد معتقد بودیم و ثابت شد که حرفمان درست بوده که این رژیم در واقع پلان و برنامه غرب به سرکردگی آمریکا بود و در واقع یک کودتا بود، این انقلاب نبود. آوردن گذاشتن جای شاه، حالا به هر دلایلی که خودشون داشتن، من جمله مسئله شوروی اون موقع الاخر. نه خب همین امروزش هم همون چپم، همین امروزش هم من مخالف دخالت خارجی هستم به اون معنایی که تو انقلاب 57 اتفاق افتاد و من اینو نمیخوام، مردم اینو نمیخوان و اتفاقا نقطه قوت این جنبش اینه به هر میزان توازن قوا به طرف مردم تغییر بکنه که دیدیم، به همون میزان روی کرده حکومت‌های دولت‌های خارجی هم تغییر میکنه. شما چین و روسیه رو نگاه کنید، خب پشتیبانی میکنن از جمهوری اسلامی. خب به همون میزان اروپا و غرب وقتی میبینن مردم تو خیابانن، این انقلاب داره ادامه پیدا میکنه و واقعا خواست مردم به اسلام نابودی این رژیم، خب به همون میزان ازش پشتیبانی میکنن. حالا این پشتیبانی میتونه ما مطرح میکنیم دیگه تو تظاهرات، تو نامه هایی که به وزرای کابینه ها نوشته میشه که سفارتخانه ها رو ببندین، سفیرها رو بیرون کنین، روابط رو قطع کنین و الی آخر چیزایی که به هر حال مطرح میکنیم. بس همین قدر، بیشتر از این نیست. و ما انتظار نداریم که یه دولت خارجی بیاد دخالت نظامی بکنه برای از بین بردن جمهوری اسلامی. کسی اینو رو نمیخواد. من فکر نمیکنم مردم ایران هم اینو نمیخوان. و سپاسگزارم رفیق بهرام عزیز. متاسفانه تایم ما به پایان رسیده، کمتر از شاید 30 ثانیه فرصت داریم. من سپاسگزارم از حضور پربار هر دوی شما مهمانان گرامی در این برنامه، اما این وعده رو میدیم که قطعاً در برنامه‌های آتی دوباره از حضور شما بزرگواران بهره لازم را خواهیم برد.
سپاسگزارم از حضورتان در این برنامه رفیق فرخ معانی. نامی یا مامی؟ معانی و رفیق وریا احمدی. بسیار ممنون، خسته نباشید. سپاسگزارم، شما خسته نباشید. رفیق فرخ معانی هم بسیار سپاسگزاریم از حضور شما در این برنامه. بینندگان گرامی تلویزیون حزب کمونیست ایران، بسیار خرسندیم که تا این لحظه با ما بودید و امیدواریم در برنامه‌های آتی همین ویژه برنامه‌ها و دوباره ما را همراهی فرمایید. تا ویژه برنامه‌ای دیگر، شب و روزهای بسیار خوب پر از صحت و سلامتی و موفقیت برایتان آرزو مندیم. شب خوش.